این همون نموداری که شما عرض کردید. شما چون مشابه این کار تقریبا بود، بله. فقط شما یه مدعی شدید ما یه جاهایی که میرم پیش میخورن هم پیش میگیم. بله دقیقا. الان تو مدل واقعا این پیش میکنه؟ بله. چون همه مدل ها یا فقط مدل همون نمیدونم شمارش هم الان خدمتتون عرض میکنم. من توضیح میدید. بله. ببینید من پله پارامترامو عوض میکردم. مثلا اگر توی این مدل ویژگی هم دوتا بود، برنامه بعد ما اگر خواستم تغییر بدم یا ویژگیمو تغییر بدم یا بهینه سازمو که تأثیر اون یک تغییر رو بدونم چیه. خب تا اینجا من هنوز اون پلی در رهگیری نکردم. تا اینجا یه مدل من فقط با دو پارامتر اصلی پیش‌بینی رو انجام دادم. در مرحله بعدی که تأثیر بازتوانی هست با استفاده از تجزیه سیگنالی تازه اینجا ما اضافه کردیم اینجا شد که من تازه این سیگنال ها رو به عنوان ورودی به مدل اضافه کردم، یعنی غیر از اون دو تا ویژگی سیگنال های این SOH رو تجزیه کردم و این تجزیه ها رو که مؤلفه های IMF 1 تا 7 بود به عنوان یک ورودی مجزا به مدل دادم. حالا توی این لحظاتی که می‌بینید اینا دقیقاً همون لحظاتی هست که این پدیده ها رخ داده. این مرحله 10 میشه. این مرحله آخریش، مرحله قبلیش 11. بعد توی این چه ورودی داره مدل؟ اینجا دو تا ویژگی اصلی داره، سیکل و جریان شارژ به علاوه این سیگنال های تجزیه سیگنال. بعد خروجی تمام SOH میشه. بعد خروجی میده SOH که تا اینجا مدل آموزش داده و این قسمت ضرب تست که اصلا اصل کار اینه ها، اصل کار این قسمت تسته که ما مدلمون تونسته این تست رو اینجا که یه دیتا سبز زرگون نداشته خودش پیش بینی کرده که آقا اینجا احتمالاً این پدیده رخ میده، اینجا احتمالاً این پدیده رخ میده. خطوات درست خیلی درسته. بله 2037 2050. اصلا من روزی که به این دقت رسیدم چندین بار دیدم قبل میشه در. بله کنم رو بردم می‌کنم. کاشینا رو می‌تونیم مقایسه. اینا توی جدول می‌مونه. میتونستم توی جدول بیارم ولی اینجا خیلی ریز میشد، یعنی همه رو بعد کوچولو کنار هم قرار میدادم، مثلا پیدا نداره همین دیگه هر اسلاید جداگونه آوردم. اینجا قبل از در نظر گرفتن اون پدیده است که همه پژوهش‌هایی که توی این زمینه می‌بینید این شکلی نمودار به این شکل، یعنی به صورت یک خط روی نمودار حرکت کرده و فقط این نقطه پایان رو پیش بینی کرده که آقا این باتری در این لحظه عمرش تموم میشه، ولی اصلا نتونستن این پدیده هایی که اتفاق میفته رو رهگیری بکنن. یه جاهایی ما ظرفیتمون اضافه میشه. حالا ما این پدیده رو واقعا ما چالش جور بودی با آقای دکتر چجوری اصلا این پدیده رو به مدل بفهمونیم، ولی همچین اتفاقی